بس است وقت را گم کردن. آیا شما میدانید که من چی را شنیده ایستادم؟ من میشنوم چی طور ساعت دل میزند و وقت هیچ کس را انتظار نیست. حیات میگذرد و آن زود میگذرد. این سالها را بیهوده صرف نکنید. بیهوده صرف نکنید. برباد ندهید. من میخواهم که شما بترسید. از چی بترسید؟ از آن که روز بیدار شده اید و هیچ کاری را انجام ندادید. پس از 6 روز، 6 هفته، 6 سال یا 60 سال بیدار شوید و به مقصد خود نزدیک نشدید. پیشروی به دست نآوردید. این دهشت است. این چیز است که شما در حقیقت باید بترسید. بی نصیب، بدبخت ماندن را باید بترسید. پس برخیزید. این کارها خود از خود عملی نمی شوند. این کتاب خود را نمی نویسد. در تالار ورزشی سنگها خود را نمی بردارند. خودی شما باید این کار را کنید. از پسی کار شوید. شتابید. خودی حاضر. از همین روز گلویش را دارید. بس انتظاری. بس از خوابیدن. دیگر بهانه جویی بس. خود را نفریب. دیگر فکر کردن، بهانه کردن، اختراع کردن بس. با یک هیجان توکل کنان برخیزید و قدم اول را حاضر از همین روز بگذارید. دیگر در شما بی‌پروایی نیست، سستی نیست و از همه مهمش عقب نشینی نیست. با آرزوها خوابیدن تمام. اکنون به شما روی خط، نقشه آهنین، کنکریتیکا لازم. روزی دوشنبه چی کار میکنید؟ روزی سه شنبه چی کار میکنید؟ چهارشنبه چی؟ شما باید کنکریتی باشید. وقتی آن رسیده است که این معما را بکشایید. وقتی زیاد هم نمانده است. یک شبانه روز 1440 دقیقه می باشد. این را بین من و شما و آدمانی که غلبه میکنند تقسیم کنیم. حسابش آن است که ما چیکار میکنیم با این دقیقه ها. و شما خیلی سست، خیلی آرام هستید. از حد زیاد فکر کرده ایستاده. برخیزید. شتاب کنید. زیرا آخری عمر دور نیست. روز همه به آخر میرسد. تمام. و آن باشیده از نزدتان میگذرد. ما همه میخواهیم کوششی با شعورانه متمرکز و قطعی کنیم. باعث فداکاری، کیفیت پیشروی در بدن و روح خود زندگی کردن را آغاز کنیم و آن را استفاده بریم. عبرت به دیگران آوریم. زیرا اگر ما نکنیم کسی دیگر نمیکنه. بیهوده صرف کردن وقت را، برباد دادن عمر را بس کنید.
اگر ما طور زندگی کنیم که هر روزمون روزی آخرینی ما باشد، ما حیاتی کاملا نوی را خواهیم پیدا کرد. وقتی عمرتان گذشت، وقتی این دنیا برای شما تمام شد، من نمیخواهم آرزویی که داشته اینجا مانده باشد. من میخواهم برخیزید و بجنگید. هر یک دیس یا کتابی که شما باید می نویسید، همه را بیرون آرید، از بدن خارج کنید. ما تنها یک حیات داریم، ما فقط یک امکانیت داریم در این کنسرت به نام زندگی. پس دیگر انتظاری نیست، انتظاری لحظه کامل نیست. شبهه، دروغگویی قبول نیست. چاره بجویید، از جایگاه خواب خیزید، پای را به زمین گذارید، یک قدم بر پیش روید، دیهید آن همه چیزی را که دارید، برآرید از بدن هر چی که می توانید، هر ذره قوتتان را، هر قطره جبین، هر قطره خون را تا نفس آخرین، و نگذارید که به فایده حتی یک روزتان بگذرد. حیات، این محاربه، این جنگ است. هستند آدمان و چیزهای هستند که میخواهند راهتان را بندند. پس چیز نادرست رود یا اینکه چیزی را خطا کردند، گفتن آسان. تو میدانی که من نیتی رفتن داشتم، یا اینکه من خودم هم تسلیم شدنی بودم. چون این رفتارها آسان، شما میتوانید این کار را کنید. با بهانه‌جویی خوابیدن گیرید. اما من فکر میکنم که نه، فکر میکنم که نه، ما باید مبارزه بریم، مبارزه را دوام دهیم، باز دوام دهیم، ناوابسته از هیچ چیز و هیچ کس، هیچگاه تسلیم نشوید. این چیست؟ فراموشش سازه. هیچگاه و هیچگاه تسلیم نشوید. قطعاً من است. و اگر شما حس کردید که حیات شما در جای ایستاده است، دیگر راه خلاصی ندارید، با غم و غصه در گمانید. این خوب است. برای چی خوب است؟ زیرا این معنای آن را دارد که امتحان اساسی هنوز در پیش است. این چنین معنا دارد که اکنون شما می توانید حرکت کنید، تنها به بالا راه دارید. البته این وزنین‌تر و دشوارتر می گردد از آنی که شما تصور میکردید. ولی این طوفانی که شما در آن هستید، از نگاه شما چنین به نظر میرسد که این طوفان تمام جهان را فرا گرفته است. اما من به شما بگویم نه، این طور نیست. طوفانی که شما داخل آن می باشید و بیرون آن مشکل از چیزی را دیدن. به نظر می رسد که طوفان همه را فرا گرفته است.
اما طوفان همه چیز نیست، نخواهد بود، ابدی دوام نخواهد کرد. شما می توانید از طوفان خلاصی یابید. آنگهی که از این طوفان بیرون گشته، البته برآمدن آفتاب از شماست و آفتاب هم از شماست. ولی در عین حال شما را می سنجند با آتش و درد. این آزمایش است. تسلیم نشوید، خود را به زمین نزنید، دستهایتان را نفرارید. این آزمایش است، آزمایش است. تسلیم نشوید، هیچگاه تسلیم نشوید. مبارزه برید، طوفان را رام کنید. با مشقت، با درد مبارزه برید، نایستید. سخت‌تر، با تمام قوت مبارزه برید و نایستید. جنگاور، جهین، عالی، مبارز و آزاد. آزاد از طوفان، از تاریکی، از ظلمات. آزادی. زندگی میتواند دشوار باشد، اما میدانید چی؟ این یگانه حیات است که داره. پس زندگی کنید، چنان زندگی کنید که هنگام به یاد آوردن به خود گویید من قادرم. تکرارم، قادرم با یک کیفیت برگشته این همه را بازگیرم.